مقامات آمریکا روز 27 می خبر دادند که نیروهای نظامی کشور به یک نهاد حربی ایران ضربه زده چند پهپاد را در نزدیکی تنگی هرمز محو کردند. حمله‌های نو در حال صورت می‌گیرند که نشانه‌های از پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتی برای پایان دادن به این مناقشه به نظر می‌رسند. مقامات بلندپایه آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود به خبرنگاران گفتند که پایگاه مورد هدف می‌توانست برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی در این آبراهای استراتژیک خطر ایجاد کند. تا آغاز جنگ در آخر ماه فوریه 20% نفت و گاز جهان از همین راه به بازارهای جهانی می‌رسید. یک مقام گفته است نیروهای آمریکا 4 پهپاد قاتل ایران را سرنگون کردند و به یک مرکز فرماندهی زمینی در شهر ساحلی بندرعباس که به پرتاب پهپاد دیگر آمادگی میدید ضربه زدند. بندرعباس در جنوب ایران در ساحل تنگی هرمز یکی از مهمترین راههای کشتیرانی جهان واقع است. مقام آمریکایی گفته است پهپادهای ایرانی در اطراف تنگی یا گلوگاه هرمز تهدید ایجاد می‌کردند. او افزوده است که این عملکردها متناسب، کاملا مدافعوی و با هدف حفظ آتش بس صورت گرفتند. بعداً فرماندهی مرکزی آمریکا با نشر بیانیه و تصدیق حمله‌ها گفت پهپادهای قاتل ایران در اطراف هرمز تهدید ایجاد می‌کردند و ضربه‌ها برای نگهداری آتش بس بودند. در این بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال درباره احتمال تحریم‌های ضد ایران و فروش نفت آن در بازارهای جهانی به خبرنگاران گفت نه، ما درباره هیچ شبکه‌ای در تحریم‌ها یا دادن پول گپ نمی‌زنیم. نه تحریم‌ها را لغو می‌کنیم، نه پول می‌دهیم، نه چیز دیگر. ما پول‌های را که آنها دعوا دارند از آنها زیر نظارت خواهیم داشت. هر وقت رفتاری درست کنند و کاری لازمی را انجام دهند ما اجازه می‌دهیم پول‌هایشان را بگیرند، اما حالا این کار را نمی‌کنیم. رسانه‌های ایران روز 27 می از وقوع 2 حادثه در بندر اصلویه و فرودگاهی بین‌المللی به نام امام خمینی تهران خبر دادند. بنا به گزارش آنها روز 27 می بر اثر حادثه در بخش تولید اکسیژن شرکت دماوند انرژی در اصلویه کمش 1 نفر جان باخته 2 تن دیگر زخمی شدند. بندر اصلویه مرکزی مجموعه بزرگ گاز و نفت و کیمیایی پارس جنوبی ایران به شمار می رود. شرکت دماوند انرژی تامین کننده محصولات صنعتی از جمله اکسیژن برای انشاءات نفت و کیمیایی این منطقه است. حمله ها در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن و تهران با هدف معتدل کردن وضع پس از چند ماه مناقشه در منطقه مذاکرات را دوام می‌دهند. اولی همین هفته نیز آمریکا اعلام کرد که به قایق‌هایی که گویا می‌خواستند در تنگی هرمز مینه گذارند ضربه زده است. ایران این عملیات را محکوم کرد و آن را ویران کردن سازش آتش بس آسیب پذیر خواند. درگیری‌های اخیر نشانه ادامه وضع ناآرام در منطقه خلیج فارسند. این در حالی است که دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در رسالات خود به پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتی برای دسترسی به یک سازش اشاره کرد. ایالات متحده و ایران توسط میانه روان پاکستانی طرح‌های پیشنهادی خود را به یکدیگر می‌فرستند.